اولی که باید به شما دوستان خوبم بگم توی ماه سپتامبر پیش‌بینیمون اینه که در کل ماه چارت حرکت خیلی خوبی رو داشته باشه. در بدبینانه ترین حالت ممکن 100 الی 150 دلار حرکت بین سقف و کف ماه سپتامبر خواهد بود و به نظر من حتی این سپتامبر میتونه 250 الی 300 دلار هم حرکت بین سقف و کف ماه داشته باشه. خب پس نوید بخش یک مارکت خیلی جذاب و پرنوسان رو داریم و نکته خیلی مهمه که شما عزیزان باید بدونید در ماهایی که انتظار نوسان و فاصله سقف و کف ما خیلی زیاد هستش و دامنه نوسان بالاست، نقطه ورود خیلی حائز اهمیته. وقتی که شما در مارکت رنج یا کم نوسان در بعضی ماها در 2025 2024 2023 این رو شاهد بودین، شاید نقطه ورود خیلی اهمیتی نداشته، مارکت رنجه و تریدر میتونه با کمی صبوری یه سودی هم از مارکت بگیره. ولی وقتی که مارکت به شدت پرنوسانه و در کل ماه جنب و جوش زیادی داره، نقطه ورود خیلی مهمه. یک اشتباه توی این ماه، توی این 4 ماه پایانی سال میتونه خیلی ویران کننده و آسیب بزنه به حساباتون. میانگین گرفتن، استاپ لاس های بسیار بزرگ بدون استاپ لاس ترید کردن یا در ضرر حجم اضافه کردن میتونه حسابتون رو نابود کنه. چون مارکت پرنوسان فرصت های خیلی خوبی بهمون میده و حتما فرصت ورود کم ریسک، پر ریسک و مدیوم ریسک رو با هم بهمون میده. پس دلیلی نداره که شما بخواید یک ترید رو به دوش بکشید، با خودتون همراهش بکنید و این رو باید در نظر داشته باشین. این یک نکته مهمه که تو همین اول کار باید به شما عزیزان میگفتم. نکته بعدی مهم، حالا مخصوصا برای دوستانی که در سیگنال مستقیم یا در تحلیل ما نیستن، این رو باید بدونین که نکتهش اینه که به شدت این ماه فاندامنتالی که مربوط به اقتصاد آمریکا، فدرال رزرو و روابط بین کاخ سفید یعنی دولت حاکم آمریکا و آمریکای ترامپ که اصطلاحاً اسمش رو گذاشتیم و فدرال رزرو خیلی مهمه. یعنی اینجوری بهتون بگم، اون فاند آکادمی که منظورم اون دوره ها نیستش. خب یعنی اگر شما علاوه بر مارکت کاندیشن رو باید تسلط داشته باشید رو این بحث هایی که گفتم، حتما اشراف داشته باشین و اطلاعات داشته باشین و اخبار رو دنبال بکنید. یعنی ساختار سیاسی آمریکا رو بشناسید، روابط وزارت دادگستری یا همون نهادهای پولی مالی مثل فدرال رزرو و کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا رو کاملا بدونین نسبت به اون مسائلی که آمریکا اقدامات نظامی کرده مثل ونزوئلا، مثل اصلا همین آخرین موضوعی که راجع به جنگ اوکراین و روسیه کرده، اینا رو کاملا باید اطلاع داشته باشید. اون فاندی که این 4 ماه پایانی سال نیاز دارید این شکلیه ها عزیزانم و تازه بدون اینکه خبرهای تقویمی بعد بدونیم که توی اولویت چندم توی هر هفته و هر ماه و اصلا چه تأثیری دارن میذارن و اینکه فدرال رزرو اصلا در کجای سیاست ها قرار داره و اصلا جایی که آروم داره به سمت سیاست های تسهیلی یا کاهش سیاست های انقباضی میریم. انتظارات بازار داره به لحن داویش رو انتظار داره. اینها همه تیکه‌های پازلی هستند که شما عزیزان باید بهش دقت کنید. و تحریم اقتصادی در این 4 ماه پایانی سال معنای دیگه‌ای داره. یعنی میتونم بهتون بگم با اولویت دوم، سوم و چهارم مارکت میرسه و حواستون به این نکته باشه حتما و میتونم بهتون این رو بگم که با ذهنیت 6 ماه اول سال 2025 اگر این 4 ماه پایان سال رو کسی ترید بکنه قطعاً به مشکل میخوره. نوع فاندامنتال و درک از کورلیشن و سنتیمنت اینه که این 4 ماه پایانی سال بهش نیاز داره، کاملا نیازه که در واقع نگاه حرفه‌ای و آپدیت شده و تجربی و
در واقع حرفه‌ایه. قطعاً با مباحث خطی و آکادمیک و غیر منعطف دوستان عزیز ممکنه به اشتباه بخورن و به تضاد بخورن و این خیلی خیلی طبیعیه. بریم نکته بعدی رو بهتون بگم. شاید نکته ناراحت کننده و بعدش اینه که دلایل بسیار زیادی پیش بینی بر اینه که اسمش رو میذاریم حالا بزرگان، مارکت میکرها، الگوریتم مارکت، نوسان‌های فصلی، هر چی که شما دوست دارید اسمش رو بذارید، یعنی هیچ دعوای سر اسم نداریم و نیستش. اینکه قطعا مارکت جوری خواهد رفت که تریدرها رو اذیت کنه و شاید سودهای شیرینی که در طول سال به دست آوردین رو تو طول این چند ماه از دست بدین. و ریتیل تریدرها اگر با ذهنیت 6 ماه اول سال 2025 وارد این 4 ماه پایانی بشن، به نظر من میتونه خیلی خطرناک باشه و اذیت بشن. این نکته خیلی مهم و حائز اهمیتیه. چرا؟ چون این 4 ماه پایانی جاییه که مارکت به نظر من راجع به اینسترومنت تخصصی خودمون دارم صحبت میکنم و راجع به مارکت انرژی، راجع به بقیه مارکت کامودیتی یا راجع به فارکس حرف نمیزنم. من فقط راجع به طلا صحبت میکنم. صحبتهای من رو تعمیم ندید. من یک اینسترومنت تخصصی بیشتر ندارم، اونم راجع به طلا دارم صحبت میکنم. به ادامه صحبتم میخوام برسم. بعد این رو بهتون بگم که در کل این چند ماه ابتدایی سال 2025 همش انرژی جمع کرده که در پایان سال، این 4 ماه پایانی سال، به یک سری اتفاقاتی برسه، به یک سری جمع‌بندی هایی برسه، به یک سری نقاط هدفی برسه و وقتی که اون نقاط هدف خودش رو تاچ کنه، واکنش هایی بسیار خشن و سنگین و بیرحمانه‌ای نشون میده از خودش. حالا ممکنه کسایی که از قدیم با ما هستن تو این چند سال کلاس بگن که مثلا استراتژی ساده خرید توی اصلاحات استراتژی فوق‌العاده قوی سوددهی بوده که خیلی هم خوب بوده، در حساب‌های سنگین و از حساب‌های بزرگ به راحتی حفاظت کرده و انجام هم میدیم و خیلی هم سود خوبی داره. در 1-2 سال اخیر روی طلا فوق‌العاده بوده و سودم داده و نیاز به صحبت از بک تست و اینا نیست. کاملا کارنامه‌اش در چند سال اخیر تحلیل هفتگی کلوز و 1 سال کامل توی کانال سیگنالمون با ویریت بسیار بسیار بالا موجوده دیگه عزیزانم و راجبش خیلی بحث نمی کنم. اصلا یه اتفاقی افتاده و کاملا شما میتونید به اون رزومه و مستنداتش رجوع بکنید و ببینید و ممکنه که ببینید که با مثلا اون دوستان با این استراتژی خرید در اصلاحات همچنان بگن ادامه میدیم، چه حالا مثلا مدتی با ما بودن نبودن، چه دوره ها رو بودن و میتونن موفق باشن. به نظر من این گمان زنی درسته. همچنان هم استراتژی خرید در اصلاحات میتونه سودده باشه، خیلی خوب باشه، ولی چاشنیش باید صبوری رو اضافه کرد تو این 4 ماه و شما ممکنه با این استراتژی موقعیت‌های ورود کم ریسک یا ریسک متوسطتون خیلی خیلی کمتر بشه از این به بعد، که این نیازمند نگاه به مدیریت ریسک و سرمایه و استفاده از لات سایز رو دیگه اجباری و الزامی و موشکافانه و دقیق میکنه و باید حواستون باشه. یعنی اگه همیشه عادت داشتین همیشه 4-5 موقعیت کم ریسک طول هفته بگیرید، حالا ممکنه هفته یه دونه موقعیت کم ریسکتون بیاد و بقیه این موارد پر ریسک باشه براتون. پس باید توی اون لات سایزتون و اون بحث مدیریت ریسک سرمایه‌تون خیلی خیلی حواستون جمع باشه. اینها یک سری نکات خیلی ریز هستن که اونهایی که مدیریت حساب میکنن در طول زمان میدونن که چقدر این نکات طلایی و مهمن و تاثیرگذار هستن. خب بریم سراغ نکته بعدی، برسیم به پراپ تریدرها بیشتر سعی کنید تو این 4 ماه پایانی سال روی میزان سود و سودآوری تمرکز نکنید، روی میزان این که حساب‌های فاند شده‌تون رو نگه دارید، روی این بیشتر کار کنید و با سود معمولی یا کم ریسک ترین حالت ممکن پیش برید.
این خیلی به نظرم نکته کلیدی هستش. دوستانی که اینجوری باید بهتون بگم حسابی که هنوز پاس نشده رو دارن، میتونم بهتون بگم که به خاطر اینکه موقعیت‌های کم ریسک ممکنه کمتر باشن، تو موقعیت‌های کم ریسک از قبل تحلیل داشته باشین برای خودتون، یا اگه خودتون ترید میکنید حتما موقعیت کم ریسک رو پندینگ بذارین و ممکنه موقعیت‌های کم ریسک بزن و پیش بینی من کمتر باشن، اونها رو اصلا از دست ندید. حد اکثر استفاده رو از موقعیت‌های کم ریسک بکنید و خیلی خیلی غنیمت بشماریدشون. خب و این نکته بسیار مهمیه، چون اساس کار ما برای پاس کردن پراپ ها موقعیت‌های کم ریسک و ریسک متوسط هستش. پس خیلی حواستون به این موضوع باشه که بتونید سود خیلی خوب رو از این پوزیشن ها بگیرید. و نکته بعدی که باید بهتون بگم اینه که اگر تریدری هستین که خیلی علاقه به ترید طلا دارید، حتما برای اینکه تو تایم کوتاهی بتونین درکتون رو از فاندامنتال و سنتیمنت بالا ببرین و خیلی درک خبرهای روی طلا تاثیر مستقیم میذاره رو با درک بیشتر بکن و کار کاملا عملی بکنید، تو کار اسپشیال نیوز حتما برید و اونجا خبرهایی که روش نوشته شده، ریپلای شده، کامنت گذاشتیم که تأثیر گذاره در اون سه طلای جهانی، حتما تو این چند ماه اخیر بری سرچ کنیم ببینین و بریم ببینین که چه نوع خبرهایی هستن و اصلا چه نوع خبرهایی روی طلا تاثیر میذارن توی کوتاه مدت و میان مدت که خیلی خیلی میتونه اینها بهتون دید بده. خب و بدونید که چه نوع خبرهایی رو باید نسبت بهشون الرت باشید، نسبت بهشون آگاهی داشته باشید و تو ذهنتون باشه، گوشه ذهنتون باشه. همه جور خبری داریم، هم افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک رو داریم، تهدیدات رو داریم، اقدامات نظامی رو داریم تو این 4 ماه پایانی سال. توی سال 2025 راجع به صلح‌ها نظری ندارم چون شخصا مثبت نیستم و همچنان به دوستان همچنان که گفتم بیشتر گپ‌های زمانی و فرصت خرید هستن. اگر صحبت از صلح و کاهش تنش میشه، نکاتی که این چنینی هستش و میتونه یه تمرین خیلی خوب باشه برای شما و مثل همیشه خبرهای اسپشیال نیوز چیزی که برای خودمون مهمه و در مارکت تأثیر گذاره و بهش وزن میدیم و ارزش قائلیم توی مارکت براشون، همچنان اونجا میذاریم رایگان و میتونین استفاده بکنین. دوستان میتونین واقعا اونجا عضو بشین و استفاده ببرید از این جنبه خدماتی که نداره و درآمدزایی هم که نداره، یک جنبه خبرهایی هستش که خودمون داریم استفاده میکنیم، در تحلیل هفتگی میاد و کامنت هایی هم روی خیلی از خبرها میاد که اونها هم به نظر میتونه به دوستان خیلی کمک کنه. خب بریم ببینیم در ادامه یه نکته جالب و انحرافی تو این 4 ماه پایانی سال بهتون بگم که از همین حالا امشب که مارکت استارت میشه، الان یک شنبه شب هستیم ما، بحث در واقع بحث های بنیادی مارکت رو از خبرهای زرد یا شایعه ها رو یا رومرز ها رو تشخیص بدم. یعنی که چرا توی 2 سال اخیر همیشه گفتم تو این تایم ها مثلا طلا تو این قیمته، تو مثلا طلای جهانی تو این قیمته، امسال چرا گفتیم که مثلا چرا فلان عددها رو مرتبا بخرید بدون لورج و نگه داریم بعد بدید سرمایه گذاری برای فلان اتفاقات و اینها، چون خیلی از حوادث ژئوپلیتیک یا حوادث میلیتاری و اینها اتفاق نیفتاده بود. پس مسائل بنیادی اقتصاد خیلی مهمن و خیلی تاثیرگذار هستن و اون موتور اصلی و اون نیروی محرکه اصلی حرکت چارچوب بالا رو اونها تأمین میکنن و اونها یک سری بقیه مسائل یه سری چاشنی هم برای سرعت بخشیدن به اون حرکت نمودارها. پس اینها رو تفکیک کنید عزیزانم. حواستون باشه که اتفاقاتی که هست باید طلا رو به سمت 3500 3700 و 4000 دلار و
در دورنمای خیلی بالاتر 6000 تا و 10000 تا اونس طلای جهانی رو برسونه و سوق بده و روی خبرهای داخل روز و هفته این حرکت‌های بزرگ رو ارتباط ندین عزیزانم، اونها هم تاثیر دارن و اتفاقات کلانی هستند که مطمئنیم طلا به $10,000 میرسه. تو رنگ جهانی سوم حساب کردیم؟ نه، رو خیلی مسائل اقتصادی حساب کردم، ولی ممکنه جنگ جهانی سوم هم تو اون تاریخ رخ بده. ممکنه، بله، احتمالش وجود داره. نکته ای که هست و نکته ای که باید شما بدونین توی مارکت کاندیشن 2 دارن یاد میگیرن دوستان عزیزان و همواره دارن یاد میگیرن اینه که اون اتفاق اصلیه مثل حالا اون اتفاق مثل اون وقوع جنگ، اون حادثه ژئوپلیتیک، مثل بلایای طبیعی، مثل کودتا، اینا رخ دادن خودش نیست که باعث اتفاقاتی در چارت میشه. همین که انتظارش رو دارن براش حاضر میشن کافیه. یعنی چی؟ یعنی به بیان ساده تر اصلا مهم نیست که جنگ جهانی سوم رخ بده یا نه، همین که بودجه های نظامی 2%، 3%، 5% در عموم کشورهای سازمان ملل که عضو هستن افزایش پیدا کرده و کارخونه های تسلیحاتی دارن بیشتر میشن، سهامشون رشد پیدا میکنه، همین برای رشد 2-3 برابری اونس طلای جهانی کفایت میکنه برای 2-3 برابر شدنش. خب حالا اینکه اتفاقی بیفته، مرزها تغییر بکنه، چندین هزار نفر، چند صد هزار نفر، میلیون ها نفر از دست برن، زخمی بشن و اینها دیگه اتفاقات اضافه بر سازمانه و اینها دیگه تاثیر خیلی بیشتری میتونه داشته باشه. خب چیزی که خیلی میتونم به عنوان یک تریدر حرفه‌ای میتونم بهتون بگم که تو بحث کامودیتی ها و تو بحث تخصصی انرژی یا در بحث تخصصی فلزات گرانبها باید یاد بگیرین انتظارات مارکت، فاندامنتال اساسی و بنیادی چیه، شایعات چیه، فکت ها چیه، از نظر زمانی و از نظر خبرها داره چارت کدوم ها رو میبینه، کدوم ها داره نسبت بهش اقدامات میشه. خب یه موقعی یک شایعه در مقیاس خیلی کوچیکه، مثلا میگن آقای پاول استعفا میده، چارت این رو به صورت یک شایعه میبینه، دلار رو میفروشن، طلا رو میخرن و بعد از اینکه فکتش میاد و مثلا نقض میشه که همچون اتفاقی نیست، این رو میخوام بهتون بگم، یک ریاکشنی هم روی چارت ما میبینیم. خب ولی یه موقعی هست که بحث جنگ جهانی سوم یا بحث تنش مرزی، یک مثلا بحث روابط آمریکا و ناتو، یک سری مسائل که در حد شایعه است، خب و همچنان هم مبهم و غیر قاطعانه میمونه، ولی کشورهای عضو ناتو دارن طبق اون اتفاقی که هنوز نیفتاده اقداماتی میکنن. پس اون دیگه مثل اون شایعه داخل نمیدونم روز و هفته نیستش که کشورهایی دارن احتمال وقوع اون اتفاق رو، کمبود حالا انرژی، نمیدونم مسائل ژئوپلیتیک، مسائل عضویت کشوری در ناتو و خیلی مسائل به روز دیگه که در دنیا در همه کشورهای اطراف ایران هم حتی خیلی مسائل داخلی خودمون هم توی ایران هم ارتباط داره، یک سری اقداماتی دارن انجام میدن. اونها دیگه اتفاقات میان مدت و بلند مدته که دیگه مهم نیست اون حادثه اصلا اتفاق بیفته یا نیفته و تبدیل به فکت بشه، واقعیت بشه، همون داره تو چارتا تاثیرش رو میگذاره. خب و اگر شما میبینین که حرکات بزرگی در اونس طلای جهانی میره، همیشه مارکت ها بدترین سناریو رو، مخصوصا طلا که دماسنج اتفاقات در دنیا هستش و بحران ها رو توی دنیا میره پیش بازش به عنوان مهمترین سیف ایونت، داره بحران ها رو قیمت گذاری و پرایس میکنه. حالا توی زمانه‌ای هستیم از سال 2025 به بعد که خیلی کشورهای زیادی یا میلیون ها آدم، جلسان مجلس زیادی، نمیدونم خیلی از مدیران بسیار زیادی از اون کسایی که اون اتفاقاتی که رخ نداده در حد شایعه است، در حد سناریو دارن بهش وزن میدن. پس برای همین برای آدم‌های زیادی اون سناریوهای در آینده مهم میشن قطعا،
و براشگاه هم برمیدارن، بودجه بندی میکنن، اقداماتی پروتکل‌هایی رو میبینن، پس همینجور چارت به همون اتفاق افتاده چارت قلمداد میکنه و داره پرایس میکنه، قیمت گذاری میکنه. این از هر اتفاقی مهمتره. مثلا خیلی از موقع ها که طلا در این 2 سال اخیر بالا میرفت، خیلی ها می اومدن آگاهانه میگفتن مگه چه اتفاقی افتاده، مثلا مگه بمب اتم خورده. همین که کشورهای بیشتری دارن به سمت غنیسازی بالاتر و به سلاح‌های کشتار جمعی و از پیمانهای مختلفی دارن خروج پیدا میکنن، یا صحبت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای میشه، یا خیلی از ناآرامی‌ها پیش میاد، خیلی مهمتره برای چارت تا اینکه مثلا کشوری واقعا بیاد از سلاح هسته‌ای استفاده بکنه و این خیلی خیلی نکته مهم و از اهمیتیه. این سناریوها و شرایط بسیار پیچیده رو، این سناریوها و اینها رو توی که هیچ وقت امیدوارم اتفاق نیفته، توی مارکت کاندیشن 2 کاملا با دوستان صحبت میکنم و همیشه هم میگم راجبش که میخواستم ذهنتون رو باز بکنم که این فاندامنتالی که این 4 ماه پایانی سال 2025 و حتی 2026 حتی تا 2030 نیاز داره، شاید همه فاندامنتال آکادمیک، همه دوره ها یک مقدمه و پیش زمینه براش باشه. اتفاقی که توی اسپشیال نیوز براتون داره میفته، اگر که در واقع با تفکر دنبال بکنن، انتقال اصلی دانش و تجربه اونجاست. در کنارش این که شما تریدر طلا باشید، اون اتفاقات رو هم هر روز بتونید شما باش مانیتور بکنید و برای خودتون یادداشت بکنید، ژورنال هم بکنید. طبق معمول همیشه هر کاری رو که انجام میدین با عشق و علاقه فراوان باشه. این بود صحبت‌های من راجع به ماه سپتامبر و 4 ماه پایانی سال.